سلام دوستای عزیزم، خیلی به چنل فرشته کارآفرین خوش اومدید. ما توی این چنل قصد داریم تمام مهارت‌ها رو از صفر تا صد، از مبتدی تا حرفه‌ای به صورت کاملا رایگان آموزش بدیم و در اختیار شما عزیزان قرار بدیم. این قسمت همراهمون باشید با آموزش کاشت تیپ و پول که از پایه قراره با همدیگه جلو بریم. بهتون پیشنهاد میکنم حتما اگر جلسات قبلی که مانیکور و زیرسازی هست رو ندیدید اونها رو یه نگاه بندازید و بعد بیاید سراغ اون ویدیو. لینک ویدیوهای قبلی رو هم تو دیسکریپشن براتون قرار میدم و هم تو ویدیو. بچه‌ها بعد از اینکه زیرسازی و مانیکور رو انجام دادید، برای فرم دهی لبه آزاد ناخنتون به شکل هلالی این کار رو انجام بدین، چون تیپ‌های ما حالت هلالی داره و اگه ناخنتون مربع باشه از کناره‌های تیپ میزنه بیرون. توی انتخاب تیپ هم که هر چقدر که تیپتون شماره بالاتری داشته باشه، اون تیپ باریک‌تر برای انگشتای کوچیک‌تر مناسبه. نکته دیگه که تو انتخاب تیپ اهمیت داره اینه که وقتی که تیپو از نیم رخ نگاه میکنید حالت عقابی و رو به پایین نداشته باشه. من برای این ناخنم تیپ شماره 7 رو انتخاب کردم، قسمت فرو رفته رو خط و خش انداختم که این با سوهان برقی و بعد اندازه زدم و چسب زدم و روی ناخنم فیکسش کردم 10 تا 15 ثانیه که اصلا هوا نیفته و یه فشار کم رو به پایینی بهش بدید. اگر هم تیپتون اندازه نبود، قبل زدن چسب گوشه های تیپ رو میتونید سوهان کشی کنید تا اندازه اون ناخنتون بشه. فقط دقت کنید که زیاد باریکش نکنید. مرحله بعدی نوبت خط تیپ محو کردنه. این کار رو با سوهان برقی با دور موتور پایین از پایین ناخن به سمت بالا انجام بدید تا دیگه هیچ گیری نداشته باشه و با سطح ناخنتون یک دست باشه. وقتی ناخن میکشید دیگه گیر نداشته باشه. بالاهای ناخنتون رو هم از حالت صیقلی بودن در بیارید و حالت مات بهش بدید. با سوهان دستی هم میتونید کار رو تکمیل کنید. با کاتر ناخن رو به اندازه دلخواه برش بزنید و بعد با سوهان برقی، چون من میخوام به حالت بادونی یه مقدار تیز در بیارم، اول دورش رو یه حالت هلال میدم که سوهان کشیدن برام راحت تر باشه. بعد بچه این مرحله یه فرم ابتدایی به ناخن میدم، لازم نیست کاملا فرم بادونی رو به ناخن در بیارم. فرم اصلی رو بعد از مواد گذاری انجام میدیم. برای مواد گذاری هم از لیکوید دیر خشک استفاده میکنم که راحت بتونم فرم بدم. قلمومو گرم میکنم، روی سطح ناخنم و پرایمر میزنم تا حالت چسبندگی پیدا بکنه و به کراتین ناخنم نفوذ کنه. و حالا نوبت مواد گذاریه. دو طرف قلمو رو به لیکوید کاملا آغشته بکنید. یه مقداری آب یک طرف لیکوید رو بگیرید و با چند تا ضربه موادتون رو بردارید به حالت توپی که فقط یک طرف قلمو رو درگیر کنه. 2 تا ضربه به قلموتون بزنید که پودرای اضافی گرفته بشه و بعد طی 2 تا 3 مرحله میتونید مواد گذاریتون رو انجام بدید. بین هر مرحله هم قلموتون رو پاک بکنید تا مواد داخل موهای قلمو نره. این کار رو حتما اول به صورت پرس انجام بدید. پرس کنید مواد رو روی ناخنتون که هوا نگیره و بعد خیلی آروم با فشار دست کم مواد رو به سمت بالای ناخن بکشید. تو مواد گذاری قسمت ریشه هم خیلی دقت کنید که به هیچ عنوان مواد نزدیک به کیوتیکول ناخنتون نباشه و به پوست دور ناخنتون نچسبه. این کار رو با فاصله انجام بدید و موقعی که دارید مواد رو پرس میکنید خیلی آروم ضربه بزنید که بره به سمت ریشه ناخنتون، چون موقع دورگیری کارتون رو خیلی راحت تر میکنه. بعد از خشک شدن مواد اول از همه با سوهان دستی از چپ به راست یا راست به چپ به صورت نیم دایره سطح ناخنتون رو فرم بدید و تقریبا هموارش بکنید که کارتون توی سوهان برقی کشیدن راحت باشه. بعد با یه سوهان برقی همون مراحل رو با همون ترتیب شروع کنید تکرار کردن و سطح ناخنتون رو به اون صورت دلخواهتون در بیارید تا کاملا یک دست بشه و یه قوس ظریف و قشنگی داشته باشید که اونم کاملا به سلیقه مشتریه. و از پایین به بالا هم سطح ناخن رو یک دست رو صاف بکنید. و حالا نوبت دورگیری هستش که دورگیری باعث میشه که ناخن ما هوا نگیره و ظاهر قشنگتری داشته باشه. یه مقداری زاویه دست رو تیزتر بکنید. اون قسمتی از مواد که چسبیده به کیوتیکول رو سطح مواد رو به سطح ناخن خیلی نزدیک بکنید تا جایی که هیچ فاصله ای نداشته باشه و گیر نداشته باشه ناخن توی اون قسمت. با سوهان دستی سطح ناخن رو یک دست بکنید. فرم ناخن رو کاملا در بیارید به اون حالتی که میخواید. زیر ناخن اگر مواد یا چسب هست تمیز کنید و برای اینکه یک لاکچر تمیز داشته باشید قبل از زدن لاکشر حتما با یه سوهان توپی ناخن رو عقب زنی بکنید و اون فرم انتهایی ناخن رو حالت هلال تمیز در بیارید. بعد از اینکه تمام کارهای جانبی ناخن مثل فرم دادن، سطحش رو صاف کردن، عقب زنی و مانیکور رو مجددا انجام دادید، 1 الی 2 مرتبه از لاکشری که میخواید بزنید خیلی نازک بزنید روی ناخنتون. توی هر مرحله 60 ثانیه بره داخل دستگاه تا کاملا لاکشل خوش بشه. بچه‌ها دقت کنید اگر لایتون رو ضخیم بزنید یا اگر اینکه به اندازه کافی توی دستگاه نذارید خوش بشه، باعث میشه که لاکشلتون لب‌تر بشه یا اینکه قالبی از روی ناخن کنده شه. مرحله انتهایی هم که یک لایه نازک از تابشین روی سطح ناخن میزنیم و 70 ثانیه خوش میشه ناخن. برای دور ناخن هم کیوتیکول اویلی که میتونید استفاده کنید روغن بچه فیروز، روغن نارگیل، آرگان یا هر روغن
دیگه مثل روغن زیتون هست، یه لایه نازک فقط دور ناخن بزنید و روی سطح کار نیارید. هر سوالی داشتید برام کامنت بکنید. ویدیوی بعدی میبینمتون. فعلا